همیشه باورم این بود که ما به هنرمندانمون بدهکاریم و این رو همیشه به مسخره رفقای عزیزم به من یادآوری میکردن. علت این که این حرف رو میزنم این هست که در همسالان خودم کسی رو نمیشناسم که امروز از کوچه باغی بگذره، سکر عطر عقاقی رو بشنوه، زمزمه چکچک آبی رو بشنوه، با قلب ملتهب و شورتگی و اشکایش که مثل رودخونه‌ای که هرگز پایان نداشت و از چشمش روان بوده و ناچارم به یاد شعر معروف بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم نیفته و این رو در ذهنش مرور نکنه. شعر اون شاعر اون زمان مبین احساس اون زمان او بوده، مگر امروز بگوییم که عشق چیست و دل شوریده یعنی چه. امروز شاعر، آهنگساز و یا آن نقاش و تبعید، مهاجرت، کهولت و یا در زمان حیات خودش در طی رویاهای ما ماسیده. او که عمری رو برای هنری صرف کرده که زبان شوریدگی و عشق بوده، به حق کمترین کاری که میتونیم براش بکنیم اون است که بگیم از صداقتی که در هنرت از خود نشون دادی متشکریم و این رو به صورت تجلیل کلی از هنرمند با ذکر خاطراتش و قصه های زندگی او که هر بار اشک چشم هنر دوستان رو در سالن در ضمن نمایش دیدن به روی صحنه بیاریم. بر همین اساس بنیاد توس پا گرفت که در ضمن نوزاد جدیدی از دل بنیاد قدیمی‌تر و وسیع‌تری به نام بنیاد نیکوکاری جمیل خراسی بود. بله. یعنی شما قبل از بنیاد توس یک بنیاد نیکوکاری دیگری هم تأسیس کرده بودین که در برنامه‌های انسان دوستانه تلاش می‌کردید، منظورتون اینه؟ در حدود 22 ساله. بله. خب این بنیاد در واقع این نوزاد جدید حدود فکر میکنم که 2 سال یا 2 سال اندیست که پا به عرصه وجود گذاشته، درسته؟ بله هنوز. بله کمتر از 2 سال، 1 سال. پارسال هم شما برنامه مشابهی داشتین در همین حدود زمانی برای بزرگداشت سرکار خانم لعبت بالا اگر اشتباه نکنم. کاملا صحیحه. بله. با چه استقبالی روبرو شده این تلاش های فرهنگی شما؟ استقبال فوق‌العاده مردم. پارسال سالن ما 400 نفر بیشتر گنجایش نداشت و با کمال شرمندگی بیشتر انسانای عزیز و علاقمندی که برای این برنامه آمدن متاسفانه یعنی حدود 300 نفر بیرون در موندن. بله. و امسال 1000 نفر، سالن 1000 نفری که داشتیم باز هم بلیت کم بود و متاسفانه دیگه کاریش نمیشد کرد و با توضیحاتی که شما گفتید دیگه احتیاج نیست که من خودم رو تکرار کنم. بله. به این ترتیب میشه انتظار داشت که فعالیت ها و برنامه های بنیاد فرهنگی تونس با توجه به استقبال ایرانیان مقیم انگلستان گسترش پیدا بکنه. در این زمینه برنامه‌ای دارین که برای شنوندگان ما توضیح بدین؟ فعلا ما مشکل کم بوده سالن داریم برای اینکه واقعا سالن رو پیدا کردن بیشتر از گنجایش 1000 نفر هم سخته هم امکانش نیست. شاید 2 سال 1 بار به ما همچین شانسی دست بده. مخارجش وحشتناک میشه، یعنی مخارج فقط به خاطر تهیه سالن وحشتناک میشه. بله. یعنی هر خرجی برای دیدن و باز شنیدن و دوباره لذت‌های قدیمی رو تکرار کردن اصلا صحبتی برای اون نیست. در برنامه‌های آینده رو من ترجیح میدم در همین حالت الان به صورت سورپرایز برای هر برنامه نگه داریم، ولی
حتما برنامه دیگری داریم و 3 برنامه دیگر در پیش رومون داریم، ولی به هر حال با توجه به استقبال بی‌نظیر مردم میبایست که حالا یک تغییرات کلی و یک تجدید نظر کلی در ساختار این بنیاد انجام بشه. بله. انشالله موارد انتقادی کم و کمتر بشه. بله. ولی خانم خرازی فکر میکنم که کار بسیار مشکلی باشه. مشکلات شما در اجرای چنین برنامه‌های فرهنگی چی بوده؟ ممکنه که اندکی هم از مشکلات بگی؟ من چون خودم از یک سابقه هنری میام و خیلی علاقه داشتم، طبیعتاً خیلی علاقه داشتم از نوجوانی تا حالا، بنابراین مشکلی نمیبینم. هنرمند روحش ظریف دیگه، زود آزرده میشه. اگر از این آزردگی ها و قهر و آشتی هایی که حالت آسمون بهارون رو داره، نمیفهمی کی میباره نمیخواد کی بخوره، اگر از اینها بگذاریم مشکلات دیگری نیست. انتقادات بعدی هم اتفاقا مشکل نیست، چون تا اگر انتقاد نباشه ما نمیتونیم خودمون رو کامل بکنیم. بلی. فقط چند گلایه کوچک، چند گلایه کوچک رو دل من مونده و اگر اجازه بدید اینها رو حالا که فرصتی میشه که مردم عزیز صدام رو میشنون بتونم توضیح بدم. خواهش میکنم بفرمایید. با تمام غرور و شادی که این استقبال مردم برای من و صرفاً مردمان هنردوست در این زمینه بر من ایجاد کرد، ولی واقعا همونجور که الان خدمتتون گفتم قلبم بسیار شکست و خدشه دار شده. چرا که زمزمه های شنیدم که مردمانی برای تهیه این برنامه ها خسارت مادی متحمل شدن یا پشت این سرمایه‌ای که این تشکیلات رو میگردونه چه دستهایی در کاره. با کمال غرور و اطمینان از طرف خودم و این بنیاد به تمام عزیزانی که واقعا صدای من رو میشنون و از شما خیلی متشکرم که این شانس رو به من دادید، قول میدم که کلیه این برنامه ها برای مدعوین تا به حال رایگان بوده، هرگز بلیت فروخته نشده، هدیه و دونیشن از هیچ تشکیلات قبول نشده، همه به هزینه شخصی بوده و دستهایی در پشت این داستان در کار نیست و الا یک قلب عاشق به یک چشم قدردان.